بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یکی از مسائل مربوط به اخلاق که بسیار وزین هست و بسیار سنگین صداقت هست و راستگویی است. انسان راستگو باشه، صدق و صداقت از برجستگی های مسائل اخلاقی است و کذب و دروغ که در مقابل صداقت هست از بدترین رذائل اخلاقی و از بدترین پستی های اخلاق فسته و اخلاق رذیله، اخلاق فلیدی است. کذب و صدق هر دوتا در مقابل یکدیگر قرار دارند. در برجستگی تمدن اسلامی و تعلیم اسلام، فرهنگ اسلام صداقت هست. صداقت در دین اسلام و همه ادیان بسیار مهم دیده شده است و بزرگ دیده شده است. روی این صداقت یکی از بالاترین سرمایه های انسانه که انسان صادق باشه،
راست باشه، راستگو باشه، دروغ نگه، زبانش را پیچ نده و صداقت و راستی را اختیار بکنه. خیلی خیلی این مسئله مهمه. در روایات آمده است که وقتی آن حضرت را الله به نبوت انتخاب کرد و آن حضرت خواستند که اولی برنامه تبلیغش را و دعوت الله را از نزدیکان و بستگان شروع بکنند، چون آیه آمد که و انذر عشیرتک الاقربین، شما فامیلتون که با شما نزدیکان اینها را اول بترسان از عذاب الله. آن حضرت دعوت دادند، فراخ خوانده اینها را بر کوه صفا. کوه صفا تپه است، کوچک بزرگ نیست، همه جمع شدند به این تپه. بعضی که میگن نتوانستن بیان، فرستادن که ببینید حضرت محمد چه برنامه داری که ما را فراخوانده، شما برید و خبری برای ما بیاورید. آن حضرت اون روز اینجا تک تک اینها را خطاب کردن و گفتن که شما من چطور دیدید؟ مدت عمری که من در میان شما زندگی کرده، یا من صادق دیدید یا من کاذب دیدید؟ من راست با شما گفتم یا دروغ با شما گفتم؟ گفتن نه، ما شما را صادق دیدیم. بعض روایتان که ما شما را تجربه کردیم، جربنا کا مرارا، بار بار ما شما را تجربه کردیم. فما وجدنا کا الا صادقا، ما موجود نکردیم شما را مگر راست گو. شما هر چه بگید شما راست میگید. فرمود اگر من بگم پشت این کو لشکری آماده است که سرش مکه حمله کنه شما، و شما باور میکنید حرف منه؟ گفتن که بله، بعد لشکری که نمیبینیم و هم میدانستن که لشکری نیست، ولی فرمود اگر شما بگید که اینجا لشکری، ما باور میکنیم. و فرمود اعلام کردن که من الله به سوی شما پیامبر کرده است و فرستاده، رسول خدام، قاصد خدام، من الله به شما فرستاده تا شما را از عذاب الله که ان قریب بر شما وارد خواهد شد شما را بترسونم، از عذاب الله نجات بگیرید. و تنها راه نجات لا اله الا الله است که شما این کلمه توحید بخونید و بت‌های که عبادت میکنید اینا را ترک کنید. شما به توحید پروردگار، به وحدانیت خدا ایمان بیاورید و اونها را به رسالت خود دعوت دادن، به وحدانیت خدا دعوت دادن. و ابوجهل دست انداز سنگ برداشت و دست بلند کرد که فتح کنه بر آن حضرت. گفت شما ما را برای همین اینجا فراخواندید و دعوت دادید. و دست ابوجهل همانجا ماند، خشک شد و سنگ نتوانست فتح کنه به آن حضرت. والله این در قرآن نقل کرده تبت یدا ابی لهب و تب. او گفت که هر دو دست محمد خشک باد و که ما را به چه چیزی دعوت کرده. الله دسته او را خشک کرد، الله او را به هلاکت رساند بعد و لحظه مقابله کردم با آن حضرت. صحبت بر این بود که گفتم ما شما را تجربه کردیم و ما از شما دروغ ندیدیم. پیامبر شما که شما به آن اعتقاد دارید و کلمه او را میخوانید، پیامبر شما دروغ نگفته،
توی زندگی یک بار محمد رسول الله دروغ نگفته. امروز آنانی که کلمه حضرت رسول میخوانند شهادت میدن به رسالت و صداقت آن حضرت، اگر واقعا اعتقاد و ایمان به آن حضرت در زندگی یک بار دروغ نفرموده است، دروغ نگفته، و من و شما چگونه دروغ به زبان جاری بکنیم؟ من و شما از که تابعداری میکنیم؟ از که پیروی میکنیم؟ راه که را میبریم که این دروغ متاسفانه بدون اختیار انقدر عادت شده که از زبان ما جاری میشه. علیاذ بالله یکی از گناههای کبیره و گناههای بزرگ و گناه محوری که به چندین گناه دیگه این دروغ می انجامد. و صداقت، صدق و صداقت و صدقه به معنی خیرات، صداقت به معنی راستگویی، صداقت و صدقه هر دوتا از یک کلمات زبان عربی، بالاخره تلفظشون جدایه، اما از یک ماده اشتقاق، یعنی صاد و دال و قاف، صدقه و صدق، هر دوتا معنیش آنه که کسی که صدقه میده او در ایمانش راست میگه و هم مؤمن صدقه میده، و کسی که راست میگه او هم به شهادتش به حضرت محمد رسول الله راسته، به دیانتش راسته، هر دو به معنی راستیه. کسی که زکات میده این صدقه خیرات میده، صدقه معنی اینه که این به صدق او دلالت میکنه که آدمی که در ایمانش درسته، در دیانتش درسته. و لحاظا این صدق نتیجه ایمان، دلالت بر ایمان میکنه که ایمان بر حق است و ایمان واقعی هست. صدق بسیار مهمه، راستی بسیار مهمه. دروغ وقتی که انسان میگه، دروغ تاثیر منفی میگذاره در وجود، همانطور که صدق تاثیر مثبت میگذاره. امام غزالی رحمت الله علیه بحث داره در این که کسانی که دروغ میگن لحاظا انحراف پیدا میشه در وجودشون، کج میشه دلشون، و لحاظا خوابهای اون راست نمیشن. خواب آدم راستگو راست در میآیند، آدمی که دروغ میگه خواب او راست در نمیآید، چرا که از درون کجه. وقتی آدم کجه خوابش هم کج میشه، دیده معنویش هم کج میشه. و صداقت بسیار مهمه و این شیوه پیامبران، اخلاق پیامبران، اخلاق مهم رحمت للعالمین هست. و حدیث شریف آمده است که ان الصدق ینجی والکذب یهلک، راست انسان نجات میده، مایه نجات انسان میشه. راست کمک میکنه به انسان نجات بگیره، عملش درست باشه، اعتقادش درست باشه، رفتار و کردارش درست میشه. و کذب انسان به هلاکت میرسانه. و در روایات حدیث آمده که روزی آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودن که شما برای من 6 چیز را ضمانت کنید، 6 چیز شما ضمانت کنید. روایت مال مسند احمده. من برای شما جنت ضمانت میکنم، شما تضمین بکنید که 6 چیز را در زندگی تو تکمیل کنید و هفتمی بهشت، من برای شما بهشت تضمین میکنم و ضمانت میکنم. فرمون ازمنوا لی ستا،
ضمانت کنید برای من 6 چیزا از من انفسکم، از نفسهایتون. من ضامن ازمن لکم الجنت. اولی فرمودن شما راست بگید، وقتی که حرف میزنید راست بگید. حتی انسان در شوخی و بچه ها هم دروغ نگه، با زنش دروغ نگه، با دوستان و همنشینان دروغ نگه و دهان خود را ببنده از دروغ. اولی چیزی که ما ضمانت بکنیم برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم صداقت هست و راستگویی. خوب توجه بکنید. و دومی فرمودن وفا بکنید. اذا وعدتم اوفوا اذا وعدتم. وفا کنید وقتی که شما وعده دادید، شما به کسی وعده دادید. اصدقوا اذا حدثتم و اوفوا اذا وعدتم. وقتی شما وعده میدید وعده خلافی نکنید. مواظب باشید، بیدار باشید که وعده خلافی نکنید. وقتی شما وعده کردید وعده تون وفا بکنید. اول وعده نکنید که وعده شکنی نشه، ولی وقتی کردید وعده را وفا بکنید. این دومی چیزی که شما. سومی ادو اذا اؤتمنتم. ادا کنید امانت را وقت شما را مردم امین دانستن و در دست شما چیزی امانت گذاشتن، شما امانتتون ادا کنید و در امانت خیانت نکنید. مال مردم جا به جا نکنید، مال مردم حیف و میل نکنید، راز مردم فحش نکنید. و چهارمی فرمودن واحفظوا فروجکم. شما حفاظت کنید شرمگاهتون را، به راه ناجایز، به راه غلط و خلاف شر استفاده نکنید مگر آنجایی که الله برای شما جایز قرار داده است. و حفاظت شرمگاه. غضوا ابصارکم. و چشمهایتون بپوشید، یعنی پایین بیندازید، یعنی چشما به محرم نیندازید، به مال مردم از روی حسادت، به ناموس مردم از روی لذت چشم نیفته و نگاه نکنید. حفاظت چشم مهمه. و کفوا ایدیکم. و دستتون ببندید از ضرب و شتم مردم. با قلم، با ضرب به کسی اذیت و آزار نرسونید. با دست به کسی اذیت و آزار نرسونید. فرمود این 6 چیزان. اولی از این 6 چیز صداقت، دومی وفا به عهد، سومی ادای امانت هست، چهارمی حفاظت شرمگاه، پنجمی پایین انداختن نگاه و ششمی بستن دست و نگهداری دست از اذیت و آزار مردم. فرمود این با 6 تا شما ضمانت کنید، من ضمانت کنم برای شما بهشت. چقدر آسانه که انسان رعایت کنه آنچه را که آن حضرت فرمودن برای من شما تضمین بکنید، من هم برای شما. یک روایت دیگه آن حضرت فرمود 2 چیزا برای من ضمانت کنید، من ضمانت بهشت می کنم. یک فرمودن ما بین لحیه، آنچه که در میان همین زبانی که در دهان هست، زبان شما حفاظت کنید، یعنی زبان حفاظت کنید، غیبت نگه، تهمت نزنه، اذیت و آزار نرسونه، دروغ نگه، صداقت اختیار بکنه، زبان حفاظت کنید. دهن نگذارید که باز بشه و هر چه که میخواد حرف بزنه. کسی که زیاد حرف میزنه در حرفایش تهمت میآید، غیبت میآید، دروغ میآید. آقا دهنه ببند،
و حرف نزن، سکوت اختیار کن. الله حکمت به قلب تو جاری میکنه. الله دوست داره که شما ساکت باشید، مگر حرفی که برای دنیا، منافع دنیا با او تعلق بگیره. منفعت دنیا توی حرف باشه یا منفعت دینی باشد، او حرفا بزنید، حرف مفید بزنید، لغویات نگید، حرف پوچ به زبان نیاورید، حرف بیهوده نیاورید، سکوت اختیار کنید و صداقت بگید. فرمودن ضمانت کنید شما زبان و دهان، و دوم شرمگاه را حفاظت کنید، ولی برای غلط استفاده نکنید و ناجایز نرید. فرمودین دو چیز اگر شما ضمانت کردید، من برای شما بهشت ضمانت میکنم. دو تا محورن اینها و لحاظا اینها خطرناکن. گناه از اینجا سرچشمه میگیره، خطرناک. لحاظا شما خودتون کنترل کنید، زبانتون و بدنتون. من برای شما جنت ضمانت میکنم. فرمودن که کسی که ایا به زبان هم ما مورد مؤاخذه قرار میگیریم، فرمود ایا مگر شما را به جهنم غیر از زبان چیزی دیگه میبره؟ این زبانی که آدم به جهنم میبره. همه حرفای زشت و بد، همه گناه ها، همه کفریات با زبانی که تلفظ میشه. روحین عزیزان من، صداقت مهمه، مهمه. امروز هم شما باید توبه بکنید و هم بنده توبه بکنم. همه ما از این که دروغ به زبان نیارید و از دروغ خاموش بشید. غیر از راست چیزی از زبان ما خارج نشه. اگر شوخی هم میکنیم صداقت داشته باشه. آن حضرت شوخی هم کردن، کسی گفت که درخواست شتر کرد، آن حضرت فرمود ما بچه شتری بهشون بدید، یا فرمود بچه شتر بهشون میدیم. گو یا رسول الله من بچه شتر را چه کار میکنم؟ من شتری میخواهم که سوار بشم برو. من توی راه موندم، نیاز به سواری دارم. گفته همون شتری که تو نیاز داری هم بچه شتر هست. این شوخی بود آن حضرت کرده. بله پیرزنی را آن حضرت آمد خدمت آن حضرت و داد و بیدادی کرد و حالا برای آخرت آن حضرت پیرزنها به بهشت نمیرد. او پیرزن چشمش در آمد که پیرزنها گفتن که یا رسول الله این فرمان چیه؟ فرمودم پیرزنها جوان میشند و به بهشت میرند. و این شوخی بود و صدق بود، راست بود تویش خلاف. اما شوخی های اکثر ما دروغ و حرفها با بچه دروغ، با زن دروغ. بالاخره تمام فکر این نیست که زندگی به هم میخوره و زن خانه را ویل میکنه میره اونجا، شاید یک چیزی باشه، اما نه ما همینطور به سادگی و آسانی، آسان. بله گفته کسی که دو تا زن داره، به هر حالی زنها میپرسن که تو چه کسی را دوست داری. اینجا که آدم نگه واقعیتش را گناهگار نیست. چرا که اگر به زن بگه که من انباغات را دوست دارم، این جمع میکنه لباسش را و میره، ولی توی خانه نمیشه، فساد درست میشه. اینجا که فساد بشه اونجا شاید مجوز باشه که خطری داشته باشه، بله، ولی نه این که همین تو سادگی حرفه. گفته توی صلح اشکالی نداره. توی صلح وقت شما میری پیش یک گروه و حرف نقل کنید از اونجا واقعیت داشتن همش اشکال نداره. بگه اونا فلان گفتن، اونا فلان گفتن، نسبت به شما یه حرف زدن که این دلش تسلی بشه، این از سرکو پایین بیاید. و این در صلح اشکالی نداره که بخواهد عرض کنم که دو گروه را با هم مصالحه بده و یه چیز نقل بکنه، ساختگی به این و به اونها، دل اینا را نزدیک بکنه. و این اصلاح ذات البین اینجا اجازه داده شده است که اگر
نیاز پیدا شد، ضرورت نه حالا که بره دروغ بگه. اگر نیاز و ضرورت پیدا شد برای اصلاح، دیگه توی جنگ این نظامیه که با هم جنگ میکنن، تاکتیک عوض میکنن، اونجا اشکال نداره که کسی کلمه زیاد و کم بگه، دشمن فریب بده، یا واقعیت دشمن نفهمه که اینا چه میخوام بکنن. و الا جاهای دیگه دروغ ممنوعه. توی معاملات مردم دروغ میگن، وسایل اسبابشون را، وسیلهشون را که میپروشن تعریف بیجا میکنن و دروغ میگن که این اینقدر مشتری آمده که از من ببره، من ندادم به شما میدم، دروغه. اینقدر من خریدم، اینا دروغ میگه. این دروغ گناه کبیران و گناه سنگینن. کالا مصرف میشه، وسیله شما فروخته میشه با دروغ، اما برکت میسوزه و آتش میگیره، برکت حاصل نمیشه. صداقت به اختیار بشه. اگر شما هنر وسیله تون و خوبی های وسیله تون بیان میکنید، عیبش را هم بیان بکنید. آقای ماشین من این خوبی را داره، این خوبی را داره، روغن سوزی هم داره، یا فلان مشکل داره، شاسیش کجه، یا رنگ داره، اینا را هم بگه. مشتری میخواد برد داره یا نه. اگر نه همینطور میپرسید چی نگه، مشکل نیست. و لحاظا ولی دروغ نگه، تعریف بیجا نکنه. صداقت تا اگر تاجر خوب این مسئله اصلا حیران میمانه، عقل آدم حیران میمانه که صداقت چقدر مهمه. که می فرمود التاجر صدوق الامین مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. تاجر تجارت میکنه برای منفعت خود. آن حضرت فرموده اگر راست بگه و امانت داری را رعایت کنه، خیانت نکنه، این با پیامبران محصور میشه. پیامبران برای خدا قربانی داده، الله را بندگی کرده، این تاجره، نماز 5 وقتش را خوانده، اما با همین صداقتش همراه میشه با پیامبران که دروغ نگه. معلوم میشه که تاجر صداقت تا اختیار کنه خیلی مشکله، خیلی سخته. تاجر دروغ نگه، دکاندار دروغ نگه، کاسب دروغ نگه، خیلی سخته. صداقت تا اختیار کنه. انقدر آزمایش و امتحان بزرگه که روز قیامت هم رکاب پیامبران و صدیقین، ابو بکر صدیقه، مریم صدیقه، عایشه صدیقه، فاطمه، این بزرگان ما هستند، با اینا همراه میشه و شهدا و صالحین همراه میشه. صداقت مهمه و بسیار بزرگه. فرمودن انسان راست میگه و نزد راست میگه و نزد الله صدیق نوشته میشه. روز قیامت او را به عنوان صدیق صدا میکنن. و آدم دروغ میگه و نزد الله کذاب نوشته میشه. کذاب یعنی دروغگوی بزرگ. و او را روز قیامت فرشتگان صد کذاب نگاه میکنند. خدا او را به عنوان کذاب میبینه وقتی میآید. الله نجات بده. 1000 بار حج هم بکنه، نماز شب و روز بخونه، ولی وقتی که کذاب، لقب کذاب برسد. کذاب یعنی دروغگوی بزرگ. و فرمودن دروغ میگه عادت میکنه به دروغ و جز منافقان قرار میگه. این منافقان مدینه بودن که دروغ گفتن، منافقان که دروغ میگن و لحاظا میگن ما مسلمانیم و در باطن از اسلام خبری نیست و دروغ میگن. این شیوه منافقینه، این خصلت منافقینه، عادت منافقینه. گناه سنگینی، هیچ طاعت، هیچ عبادت نمیتواند دروغگویی را جبران بکنه. این که عادت به دروغ داشته باشه، خیانت کنه در امانت، الله نجات بده.
چشمش را حفاظت نکنه از گناه، گوش و زبان حفاظت نکنه، عهد شکنی بکنه، وعده خلافی، عهد شکنی، خیانت در امانات و دروغ، این شیوه منافقان. آدم منافق اینها را داره. الله من و شما را از شیوه نفاق نجات بده. چرا امروز توفیق نمیشه؟ خوب توجه کنید که به مسجد بیاییم، 5 وقت نماز را در مسجد ادا بکنیم. بسیاری از خیرن که ما محروم میشیم. این همین نفاقی که جلوگیری میکنه. امروز در میان مسلمانان نفاق اعتقادی که به خدا و رسول اعتقاد داشته نباشه موجوده، ولی آقا بعض اعتقاد به دین هیچ نداره و بالاخره خود را مسلمان میگه دو ظاهر آماده، بله وقتی که به صفحه برسن اگر وضو هم داشته نباشد الله اکبر می ایستاد. ولی این شاید کمتر باشه. بیشترین نفاق امروز عملیه، یعنی اعتقاد به خدا و رسول داره، به آخرت داره، ولی دروغ میگه، خیانت در امانت میکنه، عهد شکنی و وعده خلافی عادت کرده به اینها. این توی جامعه ما زیاده. توی جامعه خودمون ایرانی متاسفانه این مسئله زیاد دیده میشه و این نفاق آدم از مسجد محروم میکنه، از بسیاری خیرها محروم میکنه. توی مسجد آدم قرار نمیگیره و آرام نمیگیره، علامت اینه که توش نفاق موجوده. و چرا که مسجد جای مؤمنان صادقه. فرمود هر کسی به مسجد عادت داره شما شهادت بدید به ایمانش که اوی مؤمن مخلص است. لحظه عزیزان توبه کنیم همه ما از نفاق، توبه کنیم از دروغ. بعضی اینا میگن که یک جایی که ضرر بکنه میگه من دستم را داغ میدم، پشت دستم را داغ میدم که یعنی این داغ همیشه ببینم که 2 مرتبه این کار نکنم، با فلان شخص معامله نکنم که آقا من کلاه سر من گذاشته. آقا دستت پشت دستتون داغ بدید به این که 2 مرتبه دروغ ما نمیگیم. توی زندگی من از دروغ ما توبه میکنیم و بغیر از صداقت هیچی به زبان نیاری. ولو اینکه صدق علیه ما تمام بشه، راست علیه ما تمام بشه، علیه پدر و مادر ما تمام بشه، علیه فرزندان ما تمام بشه، علیه نزدیکان ما تمام بشه، ولی جز صداقت به زبان نیاره. عزیزی گفت که شهادت پیش او از شهادت و غیر دیده، حرف را شنیده، ولی الان اگر بگه اینا برای او مشکل درست میشه و مسئله قتلی است و این برملا میشه. و گفتن که اگر سرت هم استن جدا شد هم توی صداقت بگو. حرف حق مردمه، حق مردم پایمال میشه و تو اگر جانت هم به خطر افتاد صداقت آنچه که تو میدانی و اطلاع دیدی یا شنیدی اقرار طرفا بگو، این ظاهر بکن. حق این برای الله، مال الله، امانت الله، برای الله گفته بشه. ولی شاید به یک شهادت راست و حرف راست که آدم الله نجات میده از جهنم و مورد افکارات. بلا سرمون از تن جدا بشه، جز صداقت چیزی به زبان نیاریم، کذب نگیم و الله تعالی من و شما را حفاظت کنه. روز 21 انشالله همه‌تون آماده اید که راست اختیار کنید. آی دست بنده بلنده باشه. ماشاءالله ماشاءالله. از امروز توبه میکنیم توی نماز جمعه و از این بعد مواظب باشیم، چون وقت انسان عادت بکنه
خود به خود در همون مسیر سوق میگیره. لہذا به هر حال و امروز شما دست بلند کردید، این از همون چیزایی است که انشالله شما را به بهشت میبره، شما را به الله راهنمایی میکنه و نزدیک میکنه و الله را خوشنود میکنه. انشالله مواظب باشید که دیگه از این به بعد دروغه. اگر دروغه به زبان آمد شما بلافاصله توبه بکنید، به الله رجوع کنید و از الله عذرخواهی بکنید. الله توبه را میپذیره از کسی که پشیمان بشه، واقعا دست بکشه. روز 21 مرداد روز منابع صنایع کوچک هست. این روز را گرامی می‌داریم و دعوت میکنیم از مردم که در این قسمت فعال باشند و کارآفرینی داشته باشند برای مردم استان. و به هر حال کارآفرینی مهمه و صنایع کوچک صنایع هستند که خیلی از افراد میتونه دستشون به اونها برسه و آسونن. و لحاظا دایر کردن کارگاه و دایر کردن صنایع دستی و صنایع بزرگتر و به هر حال اینها خیلی حیاتی هستند توی جامعه ما. ایجاد شغل میشه، ایجاد کار میشه. و شما اگر 10 نفر مشغول بکنید، اگر 5 نفر مشغول بکنید به کار، این امروز هنر هست برای شما و شما را باید مردم آفرین بگن که مردم بی شغل هستند، بیکارند و جوانان گرفتارند و روی این خیلی حیاتی و مهم هست. الله تعالی توفیق عنایت بکنه. جوانان عزیزمون انشاءالله از همه جلوتر به نماز بیایید و همون عرضی که شد که انشاءالله همه این خرابی ها را پشت سر بگذارید، مایه عزت بشید برای ما، مایه آبرو بشید برای ما. قلم به دست بگیرید، قرآن به دست بگیرید و ابزار و آلات کسب و کار به دست بگیرید و دنبال مشغله کار باشید، ولو اینکه درآمد خیلی کوچک باشه، درآمد کم باشه، اما مشغولیت به نفع شما است. و جوانان همت کنم و کمک کنم ما را، معتمدین، ریش سفیدان، فدران و برادران کمک کنند که جوانان به مسیر درست برن، مایه عزت و افتخار بشن برای ما، مایه سربلندی بشن. فردا به من نگه کسی که آقا جوانان بلوچ فلانان، جوانان اهل سنت فلانان، برای ما مایه شرمندگی و مایه افت و مایه سرفکندگی است. الله تعالی جوانان ما را دعا کنید که نمونه بگردانه برای جوانان کشور و برای جوانان زنان جامعه ما را مایه عزت بگردانه و مایه افتخار بگردانه برای ما و تأثیر گذار در جامعه زنان جوامع دیگر باشند. انشاءالله همه ما دست به هم بدیم، کمک کنیم برای ساختن جامعه ما، برای هدایت جامعه ما و الله تعالی توفیق عنایت کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد.